لینلی 4 ماهه در شفاخانه کودکانه تخاس در خواب ناز است و برای خواب عمیق هم سبب دارد چون از 2 بار تولد شدن خسته شده است. لینلی اول بهار گذشته تولد شد. وقتی 23 هفته داشت و در بطن مادر بود، طبیبان قسمتی پایانی بدنش را بیرون آوردند تا یک омоси خطرناکی را از میانش بگیرند. مادر لینلی که دوگانه که فرزندش را از دست داده بود، دیگر علاج به جز ҷарроҳӣ نداشت. لینلی شانسی زیاده برای زنده ماندن نداشت. شانسش 50-50 بود چون омос بسیار بزرگ بود. من برای تشخیصی معمولی می آمدم و در 23 هفتگیش ورم می توانست راه دلش را بسته از کار اندازد. اما جراحی خوب انجام یافت. بعد از گرفتن омос، طبیبان لینلی را به بطن برگردانند تا درست رشد کند. بعد تولد با چند جراحی دیگر بقیه омоси لینلی را گرفتند و بعضی موشک‌هایش را درست کردند. حالا لینلی باید فیزیوتراپی هم گذرد تا پایهایش درست حرکت کنند. ولی در عموم به گفته خانواده خوشحال از کار طبیبان وضع لینلی خوب است. بسیار خوشحالم که به همه همین چیز تاب آورد، صحت شد و برای همین از طبیبان بسیار سپاسگزاریم. مقامات شفاخانه میگویند ممکن است این نوع омос در بین 40,000 کودک بطن در یکی از آنها پیدا شود. سببش معلوم نیست ولی دختران 4 مرتبه بیشتر با آن گرفتار می شدند.